خدمت حاضرین گرامی، علمای بزرگوار، جوانان و نوجوانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالم از این که یک بار دیگر خود را در جمع شما و در حضور شما بزرگواران میبینم و از جناب حضرت مولانا عبدالرؤوف حفظه الله تشکری می نمایم که این لحظات و این فرصتها را به خدمت ما گذاشتن. میدانم که همه شما تشنه صحبتهای این مرد خدا و بزرگوار هستید. باز هم به عنوان یک طلبه از سخنهای پراکنده شکسته من امید است که خسته نشوید. خوشحال هستیم که امروز در جمع ما از شهر هرات و باستان مسئول انجمن ادبی و عرفانی پیر هرات حضور دارند که توجه خاص ایشان طرف این منطقه و طرف این مسجد و در این حوزه هست. سروران عزیز و بزرگوار، روز جمعه هست، روز مبارک است. فقط آیات و احادیثی که تلاوت شد مختصرا ترجمه می کنیم چون در ضیقه وقت قرار داریم. الله سبحانه و تعالی بزرگترین نعمتی که برای من و شما داده نعمت توبه هست. امتهای گذشته همچون امت حضرت موسی علیه السلام زمانی که دوچار گناه و معصیت می شدن، زمانی که تخلف از امر پروردگار عالم می نمودن، توبهشان قتل نفس بود، باید خود را می کشتن. آن وقت توبهشان قبول می شد. ولی از برکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این امت لازم به این نیست که به خاطر توبه خون بریزاند، بلکه به خاطر دور شدن گناه و معصیت از وجود انسان و از زندگی انسان این است که انسان قطرات اشک را به عنوان ندامت و پشیمانی بریزاند. الله سبحانه و تعالی رحمت و مغفرت خود را شامل حالش می‌گرداند. هر انسان در دنیا دچار گناه و لغزش می شود. آدم که ابوالبشر هست، پدر من و شماست، زمانی که دچار لغزش شد بعد دستان خود را بلند کرد، گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. بزرگان و مفسرین می فرمایند آدم هم خطا کرد، نافرمانی کرد، ابلیس هم نافرمانی کرد. به شیطان گفته شد که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم، برای شیطان گفته شد که آدم را سجده کن، فابا واستکبر و کان من الکافرین. ابلیس ابا ورزید، تکبر کرد، نافرمانی الله را کرد. برای حضرت آدم علیه السلام گفته شد که از این درخت ممنوعه نخور. آدم علیه السلام از آن شجره‌ای که ممنوع شده بود آدم علیه السلام خورد. آدم هم نافرمانی کرد، ابلیس هم نافرمانی کرد، ولی حضرت آدم مقبول درگاه الهی قرار گرفت و ابلیس مردود شد. علتش چی بود؟ زمانی که حضرت آدم دچار خطا و لغزش شد دستان خود را بلند کرد، گفت ربنا، بار الها، پروردگارا، من اشتباه کردم، من ندانستم، من خطا کردم، ظلمنا انفسنا، من ظلم کردم، ما ظلم کردیم، آدم و حواست. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا،
اگر ما را نیامرزی یا الله و اگر با ما رحم نکنی لنکونن من الخاسرین، ما از جمله زیانکاران میشویم. این عجز و عاجزی و تواضع و فروتنی حضرت آدم علیه السلام را مقبول درگاه الهی قرار داد. و اما ابلیس زمانی که الله گفته چرا سجده نکردی، در مقابل حرف الله چون و چرا آورده، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، یا الله من از آتش آفریده شدم و ابلیس از آتش آفریده شده، ولی اون انسان و آدم از خاک آفریده شده. چگونه آتش در مقابل خاک کرنش بکنه و سرخم بکنه؟ اینجا ابلیس تکبر را پیش کرده، عجز و عاجزی را پیش نیاورده. ابلیس چکار شده؟ ان علیک اللعنت الی یوم الدین، تا به روز قیامت رانده شد. من و شما فرزندان همان آدمیم که آدم علیه السلام دوچار لغزش شد و گفت ربنا ظلمنا. این نمازی که ما میخوانیم، این نماز برای ما فرصت توبه هست. 5 وقت نماز به خاطر چیز دعوت می شود؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یعنی بیا به سوی رستگاری، یعنی قدم بگذار به سوی توبه و تضرع به درگاه الله سبحانه و تعالی. حضرت آدم علیه السلام مقبول درگاه می شود به خاطر عجز و عاجزی. الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ای مسلمان ها، ای اهل ایمان، شما توبه کنید به درگاه الهی، توبه نصوح، توبه خالصانه، توبه مخلصانه. توبه های امروزی توبه خالصانه نیست، اکثرا توبه هایی است که همان عارف بزرگوار که می فرماید سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. اگر ما به دست تسبیح داشته باشیم و به زبان توبه توبه بگیم و دل ما مملو از بغض و کینه و عداوت و دشمنی باشه، اگر در دل ما غیر از محبت الله دیگه همه محبت های شیطانی باشه، این توبه به درگاه الله پذیرفته نمی شود. توبوا الی الله توبة نصوحا، توبه کنید به درگاه الله توبه خالصانه، توبه مخلصانه، توبه که الله سبحانه و تعالی او را بپذیره و قبول کنه. امروز ما وقت استاده می شویم وعظ و نصیحت می کنیم، مخاطب ما شاید بگوییم که دیگران باشه، نه، اول خود من برای خود توصیه توبه را می کنم. امروز باید علما توبه کنن، امروز باید مشایخین توبه کنن، امروز باید روحانیون توبه کنن، امروز باید اهل دین توبه کنن. اگر ما توبه خالصانه و مخلصانه کردیم، حرف ما مؤثر واقع میشه و او انسانهای بدبخت و شقی با نگاه کردن طرف اونها گرویده میشن به دین اسلام و اونها توبه نصوح از دیدنی که با اونها ما داشته باشیم. امروز مشکل عمده‌ای که برای ما واعظین، برای ما خطبا و برای علماست، همیشه مخاطب میکنیم که های مردم توبه کنید، های مردم از خدا بترسید، های مردم بالاخره گناه نکنید. آیا یک لحظه با خود گفتیم که های خطیب توبه کن، های عالم توبه کن، های مفسر و محدث توبه کن؟ قطر بیرحمی ظلم و شقاوتی که در این مملکت شده از زیر اثر کیها شده؟ چی کسانی این مملکت را به بدبختی کشیدن؟ چی کسانی این مملکت را به بیعزتی و بیعفتی کشاندن؟ اگر اونها استاده شدن تا به این حال میگن های مردم توبه کنید، ولی تا به حال یک مرتبه نگفتن که بیاییم ما توبه کنیم. و توبوا الی الله جمیعا، همه به درگاه الله دست جمی باید توبه کرد. اگر عالمه، اگر شیخه، اگر رهبره، اگر بالاخره در هر سبیلی که در جامعه هست، توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، به درگاه الله دست جمی باید توبه کرد. به درگاه الله وقت توبه دست لکم تفلحون، آن وقت رستگاری می آید، آن وقت فلاح می آید، آن وقت خوشبختی دنیا و آخرت می آید. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم
شخصیتی که و اینک لعلی خلق عظیم گفته شده، شخصیتی که الله در سوره فتح میفرماید که ای محمد ما گناهان ما قبل و ما بعد تو را بخشیدیم. یعنی ای محمد در گذشته اگر خطایی کردی، اگر لغزشی کردی، ما اونها را هم بخشیدیم. در آینده اگر دچار گناه و خطا و لغزش میشی، ما اونها را هم بخشیدیم. پیامبری که معصومه، پیامبری که رحمت للعالمین، شبانه روز در روایات آمده که 100 مرتبه توبه میکردن و در روایات آمده که 70 مرتبه توبه میکردن. پیامبر 70 مرتبه توبه میکرد. این درس برای کیست؟ برای پاریسی پیامبر هست. این درس برای کیست؟ برای شخصیت هایی که زعامت کشور را به دست دارن، برای اونهایی که رهبری جامعه را به دوش دارن، برای اونهایی که مردم حرف اونها را میشنوه. اونها باید توبه بکنن. رسول الله شبانه روز 70 مرتبه توبه میکردن، 70 مرتبه استغفر الله میگفتن، 70 مرتبه میگفتن یا الله مرا ببخش. رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که شب به نماز استاده می شدن، پاهای مبارک ورم می کرد، حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می آید یا رسول الله شما چرا اینقدر برای خود زحمت می دهید؟ چرا اینقدر بالآخر خود را به مشقت ها می اندازید؟ می فرمایند که آیا من بنده شکرگزار الله نباشم؟ می فرمایند آیا من شکر الله را نکنم؟ امروز سروران من و شما در افغانستان 30 ساله که جنگ، 30 ساله که دربدری و خاک بسری، 30 سال آوارگی، 30 ساله که بالاخره بر سر این ملت از هر طرف آواره و بالاخره بمهای عجیب و غریب می آیه. در این شهر تمیم انصار و جابر انصار، با این شهر عارفان و عاشقان، با این شهری که شاید دوشمشیره علیه الرحمه به اینجا مدفونه، با این شهر بیش از 60,000 راکت آمده. تاریخ را وقت مطالعه کنیم، بیش از 60,000 راکت آمده. آیا یک را شما بگویید که آیا او راکت ها از طرف شوروی آمد؟ آیا او راکت ها از طرف امریکا آمد؟ او راکت ها را کی با تمیم انصار و جابر انصار، این شهر زیبای عرفا و عاشقان را کی ویران کرد؟ هر گوشه‌ای که انسان آوارگی میبینه، هر گوشه‌ای که انسان تکه و پارچه میبینه، اینها از اثر چی شده سروران من؟ 30 سال هست الله ما را ابتلا و آزمایش میکنه که ای انسان ها شما چگونه امتحان میدهید؟ شما چگونه با الله سبحانه و تعالی عهد و پیمان میبندید؟ بعد از 30 سال نتیجه همه زحمت ها، همه جهاد و مبارزه ها، بعد از 30 سال با همه مشکلات، امروز کجا رسیده ایم سروران عزیز و بزرگوار من؟ امروز با چی وضعیت قرار گرفته ایم؟ بعد از 30 سال جنگ و جهاد و مبارزه باید امروز دختر افغان با حالت وضعیت دراشی و با سر لوچ و با این و اون بیرون بشه به کوچه و بازار؟ بعد از 30 سال جنگ و دعوا از این جمعیت اگر هر کس را استاده کنیم، او انسان میگه من یک شهید دارم، من 2 شهید دارم، من آواره دارم، من مجروح دارم، من آواره شدم، مال من جان من رفته، به خاطر که ناموس این مسلمان، ناموس این کشور با عزت و با عفت بمانه. سروران عزیز و بزرگوار، و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، به درگاه الله باید دست جمعی توبه کرد. از چی توبه باید بکنیم؟ از وضعیتی که امروز به این ملت و به این مملکت آمده. تا زمانی که ما ارتباط ما با الله برقرار نشه، تا زمانی که ما ارتباط ما با احکم الحاکمین برقرار نشه، ما او عزتی که داشتیم، او عزتی که در صدر اسلام مسلمان ها داشتن، او عزت بر نمیگرده. سروران من، اگر دنیا برای ما، اگر امروز میلیارد و بالاخره دلار کمک میکنه، اگر میلیاردها و تریلیاردها دلار به این مملکت بیایه، این مملکت خوشبخت نمیشه و این جامعه روی خوشبختی را نمیبینه. به خاطر چی؟ به خاطر که این ملت با الله عهد و پیمان بسته. یا الله فقط تو را میخواهیم، یا الله با تو ارتباط داریم. وقتی ما با الله ارتباط داشته باشیم، ما نباید پشت خود را بالاخره با این و اون بزنیم و با فلان و فلان ما توکل بکنیم. توکل مسلمان و الله سبحانه و تعالی هست.
حدیثی که تلاوت شد سروران من، رسول معظم اسلام می فرمایند ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرقر. تا چی وقت توبه انسان پذیرفته می شود؟ تا چی وقت توبه انسان قبول می شود؟ همه ما از این دنیا می رویم، فردا عالم برزخ هست، پس فردا صحرای محشر هست. لحظات صحرای محشر از ما پرسان می شود، ذره ذره پرسان می شود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره ذره، مفسرین میفرمایند ذره چی اندازه هست؟ ذره به اندازه‌ای که آن اشیایی که با شعاع آفتاب دیده می شود اون همان ذره هست. بعضی از مفسرین میفرمایند یک دانه گندم را 40,000 جای انسان بکنه و او یک جاهش را که زیر میکروسکوپ قرار بده، همان ذره ذره‌ای که در قرآن آمده که همان ذره از انسان حساب گرفته می شود. او انسانی که امروز با این ملت ظلم می کند، او انسانی که حق ملت را ضایع می کند، او انسانی که بالاخره حق این ملت و این ملتی که رنج دیده حیف و میل می کند، امروز کسی نباشه که از او بپرسد. ولی فردا به صحرای محشر در نزد اون میزانی که احکم الحاکمین به ید بلا کیف دارد، آنجا چی جواب می دهد؟ امروز من نتوانم از او بپرسم، این برادر نتواند بپرسد، ولی به صحرای محشر چی جواب میدهد که حق مسلمان ضایع شده، ناموس مسلمان بی عزت و بی عفت میشه، ناموس مسلمان. سروران من، این قدیفه و چادر و او پوشش و یا جلبابی که بر سر زنان مسلمان قرار گرفته، این به سادگی نیامده، با خون صحابه این قدیفه بر سر و یا جلباب بر سر ناموس مسلمان قرار گرفته است. ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرقر. تا زمانی که نفس به حلقوم نرسد الله سبحانه و تعالی توبه بندگان خود را قبول می کند. زمانی که نفس به حلقوم رسید آن وقت دیگه فرصت داده نمی شود. مانند توبه فرعون توبه کرد، فرعونی که می گفت انا ربکم الاعلی، فرعونی که دعوای خدایی می کرد، آن هنگامی که به دریای نیل غرق شد، آن وقتی که دید که همه قدرت و حکم و حشم و بالاخره شان و شوکتش به دردش نمیخورد، آنجا گفت آمنت برب هارون و موسی، گفت ایمان آوردم به پروردگار هارون و موسی. اما این توبه بود که به لحظه یغرقر رسیده بود، نفس به حلقوم رسیده بود. آنجا جبرائیل علیه السلام از اون دریا با لوش محکم برداشت و بر دهان فرعون زد، گفت الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. الان ایمان میاری حالان که تا دیروز مفسد بودی، حالان که تا دیروز فساد میکردی، حالان که تا دیروز حق را ضایع میکردی، حالان که تا دیروز حق مسلمان ها را حیف و میل میکردی، الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. الان ایمان میاری؟ این توبه مگر به درد خودت بخوره، ولی اینجا الله این توبه را نمیپذیرد. الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. سروران عزیز و بزرگوار، انوس توبه برای من و شما و لحظات و دروازه های توبه بر روی من و شما باز هست. فرصت داریم. نفس به حلقوم هیچ یک از من و شما نرسیده، شاید 5 دقیقه بعد برای ما این لحظات بیاید. کسی نمیدانه، شاید 1 دقیقه بعد نفس ما به حالت یغرقر برسد، ولی 1 لحظه ما باید از خدا غافل نباشیم. حدیث دیگری که رسول الله میفرمایند دروازه توبه چی وقت بسته می شود؟ ما لم تطلع الشمس من مغربها. یک زمانی می آید از علامت های کبرای قیامت که انسان ها بر می خیزند. حالا می بینیم از طرف مشرق خورشید طلوع می کند، یک زمانی می آید که خورشید از طرف مغرب طلوع می کند. سبحان الله، آن هنگام دروازه توبه بسته می شود. زمانی که دروازه توبه بسته شد، در آن لحظه کافر مسلمان می شود، فاسق تائب می شود، انسانهای فاجر متقی می شوند، ولی به حال هیچ یک به درد اونها نمی خورد.
کافر هر قدر بگه لا اله الا الله دروازه توبه بسته شده. فاسق هر قدر بگه یا الله اشتباه کردم دیگر پذیرفته نمی شود. انسان زانی و زناکار و قطاع الطریق بگه یا الله اشتباه کردم من ندانستم، آن هنگام دیگه فایده نمی رساند. هنوز خورشید از طرف مغرب سروران عزیز و بزرگوار طلوع نکرده است، هنوز از طرف مغرب بیرون نشده است. همه ما دروازه الله را در بزنیم، با الله ارتباط برقرار بکنیم. الله که برای مسلمان عزت میده، الله که برای مسلمان قوت میده، الله که برای مسلمان قدرت میده. به خاطر اینها همه وعده الهی هست و ان العزة لله جمیعا. عزت مایی دروازه الله را در بزن. و ان القوة لله جمیعا. قوت و قدرت میخواهی دروازه الله را در بزن. ولله العزة وللرسول وللمؤمنین. عزت از آن خدا، عزت از آن رسول خدا، عزت از آن این مؤمنینی که آمدن که الله را سجده کنن، عزت از آن اینهاست. این وعده الهی هست سروران عزیز و بزرگوار. توبه به نزد الله خیلی ارزش دارد. الله در سوره توبه می فرماید التائبون العابدون الحامدون السائحون. در این آیه مبارکه خداوند وصف بندگان مخلص، وصف اولیای خود را می کند. انسانهای مؤمن، انسانهای متقی چی کسانی هستند؟ انسانهایی که رکوع می کنند، انسانهایی که سجده می کنند، انسانهایی که امر معروف و نهی از منکر می کنند. اما اول گفته التائبون، التائبون العابدون الحامدون السائحون. مفسرین می فرمایند چرا اول تائب را گفته؟ به خاطر که انسانی که گناه کرده، انسانی که معصیت کرده همیشه پیش خود شرمندگی دارد. میگه یا الله آیا من توبه من قبول می شود؟ یا الله من به دروازه تو پذیرفته می شوم؟ یا الله من به درگاه تو راه پیدا کرده می توانم؟ من کو گناهکارم، من کو نعوذ بالله زنا کردم، دزدی کردم، دروغ گفتم و غیبت کردم. الله میگه من تو را اول یاد کردم التائبون، بیا که من منتظر تو انسان گناهکار استاده‌ام. سروران من التائبون، انسانهایی که توبه میکنن، توبه خالصانه و مخلصانه. توبه نباشه توبه سر زبان. گفتم که سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. توبه چنین نباشد. توبه باشه که از اعماق دل باشه. توبه باشه که مانند اون انسانی که پیر چنگی که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود. پیر چنگی سروران من چگونه شخصیتی بود. درگاه الله را ببینید. در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. دروازه الله را از اعماق دل در بزن. اگر مشکل تو حل نشد گله کن، با الله ارتباط برقرار کن. اگر مریض تو شفا پیدا نکرد، اگر مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تو حل نشد، آن وقت گله کن. سروران عزیز و بزرگوار، پیر چنگی در مدینه منوره، حضرت مولانای روم مولانا جلال الدین بلخی در مثنوی خود بیان می کند. پیر چنگی 70 سال سن داشت، 70 سال عمر خود را چنگ زد، رباب زد. به اصطلاح من و شما بالآخره که امروز مطرب و ساز و نوا و اینها داشت، هر جا محفل و مجلسی بود پیر چنگی را می بردن. 70 سال کار بندگی بود. زمانی که 70 ساله شد مشتری ها آهسته آهسته کم شدن. گفتن دیگر این چنگ زده نمیتواند، رباب زده نمیتواند، اون ساز و نوایی که داره آواخته نمیتواند. به همین ترتیب مشتری ها آهسته آهسته کم شدن. پیر چنگی ماند و یکه و تنها. لحظه فکر کرد، گفت خدایا 70 سال چنگ زدن، 70 سال به نزد مخلوق تو چنگ و رباب نواختم. یا الله می شود که مرا بپذیری یک شب به خاطر تو چنگ بزنم؟ دستان من به لرزه افتاده.
آیا می شود 70 سال با دیگرها جنگ زدم، یک شب می آیم یا الله با تو جنگ می زنم؟ پیر چنگی که دستا به لرزه افتاده، پیر چنگی که ضعف و بالاخره حالت و اینها برایش پیش آمده، پیر چنگی که از مخلوق ناامید شده، حرکت میکنه میآید در بقی، در جنت البقی، در آنجا شروع میکنه به اشک و به گریه و به ندامت، او را خواب میبره. حضرت عمر فاروق شب خواب میبینه که در خواب برایش گفته میشه که ای عمر برخیز که یکی از دوستان ما در بقی است، او را دریاب. سبحان الله، درگاه الله را ببینید سروران من. دوستی و آشنایی با مخلوق تا زمانی هست که انسان به دردش بخوره. دوستی و ارتباط با یک والی و قماندان و رئیس جمهور تا زمانی است که بالاخره ارتباطات دنیایی باشد. این است که حضرت عمر فاروق برمیخیزد می آید در بقی، این طرف و آن طرف. اگرچه میگه یک مرتبه خواب شد، بار دیگر گفت شاید این خواب من رحمانی نباشه، دوباره تکرار شد، 3 بار تکرار شد. حضرت عمر برخاست آمد در بقی، نگاه کرد هر طرف گشت، دید که روی یک قبر پیر چنگی خواب. گفت کی دوست خدا پیر چنگی باشد؟ پیر چنگی که عمر خود را چنگ نواخته، پیر چنگی که عمر خود را مردم را بالاخره شاد نگه داشته، پیر چنگی که بالاخره در محافلی که معصیت بوده شرکت کرده. دوباره گشت و گشت، کسی را ندید. آمد بلند سر این پیر چنگی استاده شد که ناگه الله سبحانه و تعالی بر حضرت عمر عطسه وارد کرد. حضرت عمر عطسه زد. زمانی که عطسه زد پیر چنگی چشم خود را باز کرد، نگاه کرد که فاروق اعظم بالا سرش هست. گفت یا الله من بعد از 70 سال یک شب به در تو آمدم، حاکم را بر سر من آوردی، عمر را آوردی تا مرا تنبیه کند. بعد از 70 سال عمر را فرستادی تا مرا تازیانه بزند. عمر نگاه کرد، گفت تو کی هستی ای مرد خدا که عمر را عاشق روی تو کرد؟ عمر در خواب تنبیه می شود بلند شو، با الله چگونه ارتباطی برقرار کردی؟ این ارتباط چگونه بود که عمر را به خواب به لرزه انداخت؟ الله چنین اللهی هست. امروز ما الله را فراموش کردیم سروران من. این نمازی که میخوانیم خیلی روح ندارد، معراج ندارد که ما را عروج بدهد. الصلاة معراج المؤمن. این نمازی است که الله میگه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، ولی ما را چرا از فحشا و منکر باز نمیدارد؟ چرا ما فحشا میکنیم؟ فحشا این تنها نیست که انسان زنا کند، همین که چشم چرانی کنیم، همین که رشوه و بالاخره با سود و قمار و با بانگهای سودی انسان ارتباط داشته باشد، اینها همه فحشا هست و کار زشت سروران عزیز و بزرگوار. حضرت عمر نگاه می کند که بلند شو ای مرد خدا، بلند شو که الله سبحانه و تعالی توبه تو را پذیرفته و قبول کرده. در این اثنا میگوید بلند شو، هر زمانی که تو مشکلی داشتی بیا این درهم و دینار را بگیر، این درهم و دینار تو که تمام شد باز بیا از این دارالخلافه درهم و دینار بگیر. پیر چنگی میگوید ای عمر فاروق، ای خلیفه مسلمان ها، ای کسی که تو دیشب بالاخره الله تو را به واسطه من تنبیه کرده، از الله بخوا که اگر این توبه من خالصانه و مخلصانه هست مرا با خود وصل کند که وصل الحبیب الی الحبیب شود. در اون اثنا پیر چنگی در آن وقت کلمه شهادتین را به زبان می آورد، میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. جان را به جان آفرین تسلیم می کند، از دنیا از جمله تائبین می رود. سروران عزیز و بزرگوار، توبه اینقدر به نزد الله ارزش دارد. میدانیم که ما را الله چقدر دوست داره. الله سبحانه و تعالی به توبه بنده خود آنقدر خوشحال می شود که رسول الله مثال بیان می کنن، می فرماین انسانی با یک مرکب روان شده بالاخره طرف سفر، زمانی که وسط راه می خواست در جای استراحت کنه، در آن لحظه
سر را میگذارد و چشم را باز میکند، میبیند که مرکبش با قضایش موجود نیست، مرکبش رفته غایب شده. بعد از آن این انسان خود را به مرگ آماده میکند، میگه حالا هر طرف برم میمیرم، باش به مرگ آماده باشم. لحظه سر را میگذاره، او را خواب میبره، چشم خود را باز میکنه که مرکبش با تمام آذوقه‌اش بلند سرش استاده هست. رسول الله این حدیث را میفرمایند بعداً این بنده از شوقی که اون غذا و مرکب خود را در میابد دستان خود را بلند میکند، میگه اللهم انت عبدی و انا ربک. سبحان الله، چقدر اشتباه این الفاظ را میگوید، از ذوق، از شوق، از فرحت و خوشحالی میگوید خدایا تو بنده من هستی و من رب تو هستم. اینقدر این بنده از خوشحالی این حرف را اشتباه میگه. الله سبحانه و تعالی مانند رسول الله مثال میزنن، مثل که این بنده انقدر خوشحال میشه، الله سبحانه و تعالی با توبه بنده اینقدر خوشحال میشه. در حدیث دیگر رسول الله میفرمایند اگر انسان به طرف الله سبحانه و تعالی یک قدم حرکت بکنه، الله سبحانه و تعالی اگر یک وجب بره، الله یک ذره میآیه، یک متر میآیه طرف انسان. اگر انسان یک متر طرف الله بره، الله چند قدم میآیه. اگر انسان چند قدم طرف الله بره، انسان الله سبحانه و تعالی او را حروله، یعنی با آغوش میگیره. سروران عزیز و بزرگوار، حالا گرفتن آغوش بلا کیف هست، یعنی رحمت الله شامل حال انسان میشه. این شما برادرها که از خانه بیرون شدیم، قدم زدیم طرف مسجد، شما طرف مسجد نیامدیم، شما طرف خدا حرکت کردیم، شما عاشق الله هستیم، شما را ایمان شما، اسلام شما، قرآن شما، عشق و محبت شما با احکم الحاکمین بوده که آمدیم به خانه الله. این خانه مگر یک بهانه هست بریم مسجد، بریم به خانه، بالاخره به فلان مسجد بریم به آنجا نماز جمعه بخوانیم، اما هدف اینه، یعنی بریم طرف خدا، بریم به عبادت الله، بریم که الله را سجده کنیم، بریم که بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تو را میپرستیم، یا الله خاص از تو یاری میخواهیم. این جمله‌ای که ما بارها و بارها تکرار میکنیم، میدانیم چقدر این جمله با ارزشی هست. حضرت موسی علیه السلام به تمام عمر خود یک مرتبه بالاخره همین جمله از زبانش بیرون شد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. روزی در کوه طور قرار گرفت، خدای تبارک و تعالی گفت ای موسی، از امروز دوستی من و تو محکمتر و محکمتر شده. حضرت موسی گفت یا الله من چه کار کردم که دوستی من و تو محکم و محکمتر شده؟ گفت یک جمله با زبان تو آمده، همان جمله دوستی را بین من و تو مستحکمتر قرار داده. گفت یا الله او جمله را برای من بگو که بارها تکرار بکنم. گفت تو دیروز گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین. من و تو ای مسلمان این جمله را شبانه روز چند مرتبه میگیم؟ استاده میشیم به حضور الله، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا خاص تو را میپرستیم. هیچ کس نیست که لیاقت و پرستش داشته باشه، هیچ ذاتی نیست که لیاقت ای را داشته باشه که ما برایش بگیم حلال المشکلات، ما برایش بگیم که این شفا دهنده است. هیچ ذاتی نیست که ما برایش بگیم این روزی دهنده است. هیچ ذاتی نیست که بالاخره به غم و درد ما برسد الا الله، غیر از ذات اقدس الهی. سروران عزیز و بزرگوار، بحث ارتباط به توبه بوده. الله برای همه ما توفیق بدهد که توبه نصوحی داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی منتظر توبه ما هست. توصیه‌ای که برای برادران دارم، سروران من، امروز اگر بی‌حجابی به کوچه و بازار شده، اگر امروز بی‌عفتی و بی‌عزتی به هر جا به سطوح و به صدا در آمده، ولی من و شما نباید بگیم که ما را بالاخره چرا حکومت توجه نمی کند، چرا بالاخره مسئولین توجه نمی کنند، چرا فلان و فلان توجه نمی کنند. یا این که بعضی از انسانها جایی که هستن بالاخره فکر می کنند که اگر هر کاری بکنیم حالا دولت کو کار نداره. اگر زن بالاخره بی‌حجابی کنه، اگر مرد شراب بخوره، اگر بالاخره سود و قمار بزنه، حالا چی میگه؟ میگه کسی کار نداره. ولی ما مسلمان ها کسی هست که فوق این قدرت حکومت هست که با ما کار داره. هیچ وقت نگیم با ما کار ندارن، با ما خیلی کار دارن. ذره ذره از ما پرسان میکنن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.
این قدم هایی که به راه مسجد هم برداشتیم به صحرای محشر نتیجه اش را میبینیم. اگر خدای نخواسته دنبال گناه و معصیت هم روان بشیم، نتیجه او گناه و معصیت را هم اگر توبه نکنیم، دروازه توبه آنقدر دروازه وسیع و بزرگ هست که میگوید التائب من الذنب کمن لا ذنب له. انسانی که توبه کند مثل این است که گناه نکرده. خوشا به حال او انسان گناهکار تائب، خوشا به حال او انسانی که گناه کرده و توبه کرده و به درگاه الله پاک شده. خدای تبارک و تعالی برای همه ما توفیق بده که الله را همیشه حاضر و ناظر بدانیم، همیشه توفیق بده تا این که به فکر این نباشیم که ما را مسئولین میبینه یا نمیبینه. ما باید قدرت را بالا سر خود مشاهده کنیم که قدرتش فوق همه قدرت هست. الله سبحانه و تعالی اللهیه که اگر من و شما با او ارتباط برقرار کنیم مثل دوستان خدا که ارتباط برقرار کردن. تمیم انصار چی داشت؟ جابر انصار چی داشت؟ شاه دوشمشیره علیه رحمت چی داشت؟ عارفان و عاشقان چی داشتن؟ خواجه انصار، پیر هرات قدس الله سره العزیز و سایر دوستان خدا، اینها چی داشتن؟ کتاب امروز نام اونها می درخشه. اینها ارتباط با الله داشتن. از الله چی خواستن؟ ما بنده های امروز همت ما خیلی پایینه، دستاخر بلند میکنیم میگیم یا الله زن میخواهیم، یا الله فرزند میخواهیم، یا الله قدرت میخواهیم، یا الله دارایی میخواهیم، یا الله چند منزله میخواهیم، یا الله پست وزارت و قماندانی و فلان میخواهیم. ما این طلب بنده های امروزی هست. دوستان خدا از الله چی طلب میکنن؟ خواجه انصار میگوید یا رب ز تو آنچه منی گدا میخواهم. نزد الله میگن من گدایم. مفسر و محدث به نزد الله گدایه. هر کس به هر سویه‌ای باشه به درگاه الله گدایه. یا رب ز تو آنچه منی گدا میخواهم، افزون ز هزار پادشاه میخواهم. یک پادشاهی چی ارزش داره؟ یک پست وزارت چی ارزش داره؟ یک قماندانی و چوکی چی ارزش داره؟ این 4 روپیه دنیایی که فردا ورثه بر سرش دعوا کنن این چی ارزش داره؟ افزون ز هزار پادشاه میخواهم. هر کس ز در تو حاجتی میخواهد. خواجه انصار میگه هر کس ز در تو حاجتی میخواهد، یک پست مقام و چوکی و ثروت و قدرت، ولی او چی میخواهد؟ میگه من آمدم از تو را میخواهم. وقتی که الله از انسان شد، وقتی که الله از من و تو شد، تنها نه کره زمین بلکه زمین و آسمان از من و تو هست. یکی از عرفا مثالی میزند، میگه یک زن رفت به یک زرگری داخل شد. در زرگری داخل شد، طولش کم بود و بالاخره میخواست که علنگو بگیرد، چوری بگیرد. زمانی که داخل زرگری داخل شد، در آنجا چشمش افتاد بالاخره یک گلوبند زیبای که در گردن میشه، چشمش افتاد، گفت این را میخواهم. حالا هوش این زن رفت دنبال چوری و گلوبند و بالاخره لحظه دیگر نگاه کرد که خب گوشواره ها و بالاخره علنگوهای زیباتری هست، گفت اینها را میخواهم. حالا پول داره از یک قسم ولی عشق گرفته با چند تا. بعد فکر کرد این زن، گفت که از این که عاشق این چوری و بالاخره علنگو و بالاخره اینها بشم، بیا عاشق زرگر میشم. عاشق با زرگر بشم، زمانی که زرگر از من شد همه این زرگری از من است. این عارف بزرگوار میگه انسان در دنیا تو هوس‌ها داری، قدرت میخواهی، خوب گپ است، ثروت میخواهی، خوب حرف است، عزت میخواهی، خوب حرف است، ولی اگر مایی که همه از تو شود عاشق الله باش که همه از الله است. عزیزان من، سروران عزیز و بزرگوار، الله سبحانه و تعالی یگانه چیزی که دوست دارد این است که بندگانش با او ارتباط برقرار کنند. انشالله که همه من و شما در خانه الله حضور داریم، از اعماق دل با الله سبحانه و تعالی ارتباط برقرار کنیم. این دنیا 4 روزی میگذرد. 100 سال پیش این جمعیتی که ما اینجا نشستیم و در کوچه و بازار عبور میکنن نبودن. 100 سال بعد
هم شاید که یقینا این جمعیت و اینها نباشند. پس زندگی که ابتدا و انتهایش 100 سال، ولی فردا صحرای محشر او دنیای جاویدان، او صحرای محشر و او بهشتی که خالدین فیها ابدا، بهشتی که همیشه نعمتها. چگونه نعمتها؟ ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. یک نقل با جوانها و با او کسانی که مثلا شاید نفس است که انسانها نفس مطمئنه یا بالاخره اینها نداشته باشند، چشم انسان یک وقت خواهش داشته باشه طرف یک زن زیبا و بالاخره اینها بیفته. بزرگان میفرمایند هر زمانی که میخواستی طرف زن نامحرم نگاه کنی، یک لحظه فکر کن که الله از این زیباتر است. اون لحظه ای که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره شود، اون لحظه ای که چشمان من و تو به دیدار الله بیفتد، میدانیم که الله از این زنها همه زیباتر است. یک لحظه همین را پیش خود نقل بگیرید. هر زمانی که چشم من و شما به یک زن نامحرم افتاد، میخواستیم نگاه کنیم که آیا زن زیبایی است، یک لحظه فکر کنیم که الله از این زیباتر است. رسول الله میفرمایند انسانی که چشم به نامحرم بدوزه از دیدار الله محروم هست. من کان یرجو لقاء الله، کسی که امیدوار لقای پروردگاره، کسی که دوست داره که این چشمانش به دیدار الله مشرف بشه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. پس عمل کنه عمل صالح، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، به عبادت خود و به الله سبحانه و تعالی شریک قائل نشه. امروز در بین جامعه ما میدانیم حرکت دشمن، هدف دشمن، نیت دشمن اینه که خواهرها به کوچه و بازار بریزانه. امروز به حالتیه که سر دو قشر دشمن کار میکنه، قشر جوان و قشر زنها. میبینیم اکثر دفاتر خانمها رفت آمد کنه و بالاخره در کوچه و بازار سرلوچ و با دراشی و با اینها به خاطر چیه؟ تا اینکه جامعه به فساد کشنده شه. ولی من و تو دشمن را ناامید کنیم. اولا مردها با دیگر مردها امر معروف و نهی از منکر. هر کدام من و شما اینجا نشسته ایم نمایندگی از چند تا خواهر میکنیم. در اینجا تعداد زنها بیشتره یا مردها تعداد زنها بیشتره؟ چگونه تعداد زنها؟ به خاطری که نماینده زنها اینجا نشسته. من به عنوان نماینده فامیل نمایندگی از چند نفر میکنن؟ از خانم و مادر و بالاخره عمه و خاله و اگر دختر هم داشته باشم 4-5 دختر. هر کدام ما نمایندگی از چند زن میکنیم. زمانی که ما به خانه بریم، اگر به وسیله ما 5 تا زن فامیل ساخته بشه و او 5 زن به عنوان داعی و دعوتگر با دیگر زنها روبرو بشه، جامعه ما و شما اصلاح میشه. باور به خدا کنید اگر این خواهرایی که یا دراشی کرده و یا بالاخره سرلوچ هستن، اگر با اونها بگی که اسم تو چیه، شاید بگه اسم من فاطمه هست. اگر بگی اسم تو چیه، شاید بگه اسم من عایشه هست. ولی خبر نداره که حجاب چیه. شاید نفهمه که سرلوچ کردن و بالاخره دراشی و با این وضعیت گناه هست. اینها را کی باید متوجه بسازه؟ وظیفه و مسئولیت من و شماست تا این که بر سر فامیل ها کار بکنیم و فامیل ها بر سر دیگر فامیل ها، تا این که ما وضعیت ما و مملکت ما یک جامعه اسلامی و جامعه قرآنی بشود. الهی پروردگارا با برکت و شرافت دوستانت، خدایا با برکت این جمعیتی که اشک ریختندن، به برکت موسفیدانی که با این جمع حضور دارن، به برکت جوانهای تائب، این جمعیتی که جوانها هستن همه تائبن. یا الله اگر اینها توبه نمی کردن، اگر اینها تو را دوست نمی داشتن، به خانه تو نمی آمدن. همه ما به این خانه آمدیم. این علامت و نشانه توبه هست، علامت پشیمانی هست. خدایا این علامت عجز و عاجزی و تواضع و فروتنی هست. این علامت است که یا الله ما سرکش نیستیم. اگر سرکش می بودیم ما به این مسجد و به این خانه نمی آمدیم. خدایا پروردگارا به برکت تائبین واقعی توبه نصوح نصیب ما بگردان. خدایا پروردگارا به برکت توبه نصوح، توبه اونهایی که خالصانه و مخلصانه توبه میکنن، یا الله توبه خالصانه و مخلصانه نصیب همه ما بگردان. خدایا پروردگارا جوانان ما را حفظ کن. خدایا پسر و دختر ما را حفظ کن. خدایا پروردگارا اون خواهری که
بی‌حجاب شده، او خواهری که به بی‌حجابی کشانده میشه، یا الله او کسیه که زمانی که به دنیا آمده به گوشش گفته شده اشهد ان لا اله الا الله، خدایا به گوشش اذان داده شده، به آغوش مسلمان تربیت شده، پدر و مادر و خانوادهش مسلمان هستن، خدایا او که امروز کمی از تو فاصله گرفته، یا الله پروردگارا تو پیر چنگی را قبول کردی، 70 ساله را قبول کردی، کسی که 70 سال به درگاه تو راه نداشت به یک شب او را پذیرفتی، یا الله پروردگارا مانند توبه پیر چنگی توبه همه ما را قبول بفرما، توبه خواهر و برادر را قبول بفرما، خدایا جامعه ما را جامعه قرآنی بگردان، خدایا حکمت ما را حکمت قرآنی بگردان، خدایا بر مسئولین ما توفیق خدمت و توفیق بیداری عنایت بفرما، خدایا پروردگارا خواهر و برادر ما را هدایت بفرما، خدایا ما را برای اهدنا الصراط المستقیم استوار داشته باش، خدایا پروردگارا طاعات و عبادات ناقصه ما را تو قبول درگاه خویش بگردان، خدایا علمای ربانی را حفظ بفرما، جناب حضرت مولانا عبدالروفی که همیشه داعی و بالاخره ناصح این جمع بودن خدایا حفظ بفرما، خدایا پروردگارا بر ما توفیق بده که آنچه که وظیفه و مسئولیت است برای بندگان تو بیان بکنیم یا الله، خدایا پروردگارا عارفان و عاشقان تمیم انصار و جابر انصار، خدایا شاید و شمشیره علیه الرحمه اینها به خاطر دین تو در اینجا شهید شدن، یا الله درجه شهادت درجه والا و بالای است، یا الله نصیب ما بگردان، خدایا پروردگارا به صحرای محشر زیر سایه عرش را نصیب ما بگردان، خدایا پروردگارا در جنت الفردوس و جنت المأوا دیدار خود را نصیب این جمع و نصیب کل امت اسلام بگردان، خدایا اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرما، خدایا پروردگارا این سفر را سفر اول و آخری ما نگردان، تا اینکه همیشه رفت آمدی باشه بین هرات و کابل و رفت آمدی باشه بین همه مسلمان ها، خدایا محبت ما را اضافه تر بگردان، خدایا پروردگارا بر ما توفیق دعوت و تبلیغ بیشتر عنایت بفرما، خدایا کینه و بغض و عداوت و دشمنی را از قلب ها بیرون بگردان، خدایا عزت از دست رفته ما را بر ما بر بگردان، خدایا پروردگارا این جمعیتی که در اینجا حاضرن، خدایا او غایبینی که علاقمند بودن به اینجا بیاین و او کسانی که الان در هر مسجدی که به نماز جمعه مشغول هستن، خدایا پروردگارا و او کسانی که در این لحظه از تو غافلن، خدایا پروردگار همه امت محمد رسول الله را در روز قیامت از شفاعت سالار انبیا محروم نگردان، خدایا پروردگارا بر جوانان ما صدق صدیقی، عدل فاروقی، حیای عثمانی و شجاعت حیدری عنایت بفرما، خدایا خواهران و مادران و همسران ما را همه زنان مسلمین را خدایا پروردگارا با عزت و با عفت داشته باش، خدایا چادر خیر النساء اهل الجنه را از سر زنان مسلمین دور نگردان، خدایا زنان مسلمان را در روز قیامت در کنار عایشه صدیقه، فاطمه الزهرا و زینب و ام کلثوم و خدیجه الکبری محشور بدار، خدایا بر همه ما اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرما، و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم